سلام، من النازم و به یه ویدیوی دیگه با من خیلی خوش اومدین. اگه اولین بار دارین ویدیوی منو میبینین، یه سری به ویدیوهای قبلیم بزنین و نظرتون رو برام بنویسین که چه نظراتی دارین برای اینکه ویدیوام بهتر بشن و بیشتر استقبال بشن ازشون. بریم برای این ویدیو. این ویدیو راجع به کتابی نیست جز کتاب هر دو در نهایت میمیرن که نوشته آدام سیلورا. من ترجمه‌ای که خوندم از خانم زرین تاج حسین زاده بود اگه اسمشون اشتباه نگم و انتشارات شاهدخت پاییز. این کتاب طرفداران خیلی زیادی داره برای خودش، از ژانر درام بوده و خیلیا از این کتاب به نحوی تعریف کردن و من میخواستم که نظرم رو در قالب یه ویدیو باهاتون به اشتراک بگذارم تا شما هم بخونیدش اگر نخوندینش و اگر لذت بردین که باعث افتخار منه که من باعث یک ویدیو از من در واقع باعث شد که شما برین این کتاب رو بخونین و یه تایم خیلی خوبی رو با این کتاب بگذرونید. بریم برای یه توضیحات خیلی کوچولو راجع به این کتاب. خب این کتاب ژانر درام نوشته شده و نوشته خیلی روون و خوشخوانی داشته، خیلی جالبه، یه جاهایی باعث میشه که هیجان بده بهتون، یه جاهاییش خیلی ناراحت کننده است و بالا پایین خیلی زیادی داره. این کتاب اصلا یک نواخت نیست و خیلی خوب داره جلو میره و از این بابتش خیلی خوشحال بودم. من اصلا هیچ قسمتی از کتاب نشد که من این کتاب رو دراپش کنم، نگهش دارم و دوباره بخونمش. و چون من یه سری کتابو که به صورت یک نواخت دیگه ادامه پیدا میکنه باعث میشه که من کتابو نگه دارم برای یه مدت، یه کتاب دیگه ای بخونم و دوباره برگردم سر این کتاب. ولی این کتاب اصلا اینطوری نبود و اکثر کتابایی که دارم تو این چنل معرفی میکنم اینطوری نخواهند بود مگر یه چند تا خیلی محدود. و اینکه واقعا خوشحال هستش، ویراستاریش عالی بود، ترجمهش من خیلی دوست داشتم، خیلی تمیز و روون بود و اینکه قلم آدام سیلورام خیلی قلم قشنگ و با احساسی بود. بریم برای یه خلاصه کوچولو از این کتاب. این داستان با متیو شروع میشه. متیو یه پسر منزوی و گوشه‌گیر بوده که حدوداً 18 سال داشته. متیو یه شب با صدای زنگ موبایلش از خواب بیدار میشه. حالا کی زنگ زده بود؟ قاصد مرگ یا همون دیسکست. زنگ زده بود که بهش اعلام کنه تا 24 ساعت آینده خواهد مرد. حالا چطوری؟ اونش اصلا مشخص نیست و امیدواره که از این 24 ساعت لذت کافی رو ببره. متیو با این خبر پریشون میشه و همه با این خبر یه جورایی پریشون میشن. طبیعیه، فکر کن زنگ بزنم بهت بگن تا 24 ساعت آینده خواهی مرد. واقعا با این خبر خوشحال نمیشی مگر یه سریا که خودشون دلشون بخواد که این اتفاق براشون بیفته. متیو تصمیم میگیره توی خونه بمونه و از خطراتی که باعث میشن متیو به کام مرگ کشیده بشه در امان بمونه. متیو پدری داشت که تو کما بود و از یه طرف هم دلش میخواست 100% که این چند ساعت باقی مونده رو با پدرش بگذرونه، ولی بین رفتن و موندن گیر کرده بود. با یه سایت دوستیابی آشنا میشه که یه سایتی بود که اونایی که قرار بود طی اون 24 ساعت بمیرن رو با هم آشنا میکرد و طی ویژگی هایی که با هم داشتن تصمیم میگرفتن که 24 ساعتش رو با کی بگذرونه. از یه طرف داستانمون کشته میشه به روفوس یه پسر تقریبا جوان 18-19 ساله که توی یتیم خونه زندگی میکرده و الان پیش دوستاش توی پلوتون زندگی میکنه. پلوتون کجاست؟ اون خونه‌ای که داشتن توش زندگی میکردن اسمش پلوتون بود. جای خاصی نیست حقیقتا راستشو بخواد. آره، روفوس هم این تماس رو میگیره که طی 24 ساعت آینده خواهد مرد و روفوس سعی میکنه باورش نکنه
اتفاقایی که میفته رفوس مجبور میشه از خونش فرار کنه تا گیر پلیس نیفته، حداقل اون 24 ساعتی که قرار بود زنده بمونه. توی سایت رفوس و متیو با هم آشنا میشن و این میشه شروع دوستی رفوس و متیو و اتفاقهایی که تو این راه براشون میفته، لذت‌هایی که میبرن و جملات قشنگی که بین اینا رد و بدل میشه و واقعا میتونم بگم یکی از بهترین کتابای درامیه که میتونین بخونینش و ازش لذت ببرین. تک تک جملاتی که بینشون رد و بدل میشه یه جمله قشنگی به شمار میره و قلبتون رو یه جورایی تصاحب میکنه و خوشحال میشین 100% از خوندنش. خیلی ممنون که تو این ویدیو با من همراه بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین نظراتتون رو برام کامنت کنین. اگر این کتاب رو خونده بودین و هر نظری راجبش داشتین برام بنویسین. امیدوارم که مثل همیشه از ویدیوام استقبال کنین و تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار.